سرطان یک واژه غریب و در این حال آشناست. بیمارانی که سرطان دارن میتونن بیان اینجا تشعشعات رادیواکتیو در حدی که برای درمان سرطان مورد استفاده قرار میگیره اشعه جذب کنن. کار منفی من همین مسئله جاسوسی بوده وگرنه واقعا از کارم لذت می‌بردم. در مورد اطلاعاتی که ارسال کردم اطلاعات محرمانه بود. خب میدونستم که محرمانه است، این که اصلا شکی درش نیست. اون موقع فکر میکردم که این کاری که انجام میدم خدمتیه در حق کردها. اینطوری نبود، یه خیانتی بود در حق مملکت خودم.